چارلی چاپلین که به عنوان مشهورترین ستاره روزهای اولیه هالیوود شناخته میشد، زندگینامه دردناکی را پشت سر گذاشت که در این بیوگرافی به بخشی از اون میپردازم و در آخر ویدیو به ازدواج‌های مکررش اشاره میکنم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. سر چارلز اسپنسر چاپلین در 16 آوریل 1889 میلادی در منطقه جنوب لندن چشم به جهان گشود. پدرش چارلز چاپلین یک مجری موسیقی بریتانیایی بود و مادرش هانا هال خواننده بود. آنها بازیگری و خوانندگی می‌کردند. اما وقتی چارلی چاپلین 3 ساله شد، آنها از هم جدا شدند و چاپلین با مادرش زندگی می‌کرد. مادرش از همان دوران کودکی آوازخوانی را به او یاد داد. چارلی کودکی سختی داشت. پدرش الکلی بود و مادرش در نهایت به یک روانی تبدیل شد که او را به یک آسایشگاه فرستادند. چارلی مادرش را یک هنرمند واقعی می‌دانست و می‌گفت که پانتومیم را از او یاد گرفته است. به طوری که چارلی با ارتباطاتی که مادرش داشت وارد گروه نمایشی شد. چارلی در سال 1910 تا 1912 با فرد کارنو در سراسر آمریکا نمایش اجرا کرد. زمانی که با شرکت کارنو در آمریکا همکاری می‌کرد، استن لورل هم اتاقیش بود و زمانی که به انگلیس برگشت، چارلی همانجا در آمریکا ماند. بازی چارلی در سال 1913 مورد توجه یکی از فیلمسازان شرکت کیستون قرار گرفت و او شروع به همکاری با این شرکت کرد. او نخستین فیلم خود را در سال 1914 بازی کرد. این فیلم ساختن یک زندگی نام داشت و یک فیلم کمدی بود. بعد از بازی در این فیلم به سرعت محبوب و مشهور شد. حتی در همین سال با شرکت کیستون 3 فیلم دیگر نیز بازی کرد و به موفقیت‌های بسیار زیادی رسید. چارلی در فیلم‌هایی که ابتدا بازی می‌کرد به سبک مکسنت کارگردان از حالت‌های کمدی جسمی و ژست‌های خاص استفاده می‌کرد و در نهایت وقتی او به روی صحنه می‌رفت به گونه‌ای رفتار می‌کرد که گویی تازه متولد شده و با نقش خود ارتباط برقرار کرده است. به دستور کارگردان او لباسی را بداهه ساخت که شامل یک کت خیلی کوچک، شلوار خیلی بزرگ و کفش‌های فلاپی بود و در نهایت او یک سیبیل کوچک نصفه چسباند و یک عصا را به عنوان وسیله همه منظوره انتخاب کرد. بعد از مدتی چارلی برای شرکت کیستون شروع به فیلم سازی کرد و به عنوان کارگردان 34 فیلم کوتاه ساخت و مورد توجه نویسندگان و فیلمسازان بسیاری قرار گرفت. در سال 1915 او با یک شرکت قرارداد بست و شروع به ساختن فیلم‌های بلند کرد و در سال 1916 با شرکتی مبلغ $670,000 قرارداد بست و در طی 18 ماه توانست 12 فیلم بلند کمدی را برای آن شرکت بسازد. تمامی این فیلم‌ها ویژگی‌های ممتازی را در تاریخ سینما به خود اختصاص دادند و تبدیل به فیلم‌های کلاسیک سینمای کمدی شدند. کم کم در آن زمان آمریکا وارد جنگ جهانی شد و دوره جدیدی در سینما برای چاپلین به وجود آمد. در سال 1918 چارلی در استودیوی خودش مشغول به کار شد و تمامی فیلم‌های قبلی را دوباره ویرایش کرد و موسیقی و تدوین جدید انجام داد و کارهایش را به روز رسانی کرد. در طی این سالها به غیر از محبوبیتش خیلی ها هم او را مورد انتقاد قرار می‌دادند. مثلا روزنامه‌ها و گروهی که معتقد بودند چرا او به جنگ ملحق نشده. مسئله وفاداری او به کشورش انگلیس بود، ولی چارلی از طریق اوراق قرضه برای سربازان سرمایه و کمک جمع‌آوری می‌کرد. چارلی فیلم‌های زیادی را بازی کرد، اما در سال 1940 فیلمی به نام دیکتاتور بزرگ را ساخت و در این فیلم خودش نقش هیتلر را بازی کرد. این فیلم سر و صدای بسیاری به پا کرد. برخی از منتقدین معتقد بودند که این فیلم بد سلیقه و ضعیف بوده، اما فیلم بیش از $5 میلیون فروخت و 5 نامزدی جایزه اسکار را به دست آورد. الان به زندگی خصوصی چارلی چاپلین رسیدیم، ولی قبلش برای حمایت از من و کانال لطفاً لایک کنید. چارلی چاپلین زندگی خصوصی پیچیده‌ای داشت. او چندین بار ازدواج کرد. اولین ازدواجش در اکتبر سال 1918 با میلدرد هریس بود، دختر بانمکی که چارلی را به یاد عشق نافرجامش در گذشته میانداخت. در سال 1924 با یک هنرپیشه نقش اول به نام لیتاگری ازدواج کرد و 2 فرزند به نامهای سیدنی و چارلز نیز به دنیا آمدند، ولی بعد از 2 سال از هم جدا شدند.
و در سال 1936 بار دیگر چارلی با پاولت گدارد که بازیگر نقش دختر بی خانمان در فیلم عصر جدید بود ازدواج کرد و باز در سال 1942 به جدایی رسیدند. حتی در سال 1942 با شخصی به نام جوان بری مدت کوتاهی رابطه داشت و این زن 22 ساله بعد از مدتی معتقد بود که فرزندی از چارلی در شکم دارد و بعد از گرفتن آزمایش و دیگر تست ها متوجه شدند که این بچه چارلی نیست، اما قانون قبول نکرد و قرار شد که تا سن 21 سالگی چارلی مخارج فرزند را بپردازد. بالاخره پردوامترین ازدواجش در سال 1943 آغاز شد. او با آنا اونیل ازدواج کرد. پدرش یوجین اونیل یک نمایشنامه نویس معروف بود و مخالف این ازدواج بود. تفاوت سنی آنها با هم 36 سال بود، اما آنها ازدواج کردند و حاصل این ازدواج جرالدین و 7 فرزند دیگر بود. ماشاءالله. خصوصیت چارلی برای ساختن فیلم اینگونه بود که هیچگاه داستان فیلم را کاملا توضیح نمیداد و موضوع را افشا نمی‌کرد. گاهی حتی با قسمت‌های قبل مخالفت می‌کرد و فیلم باید دوباره تکرار می‌شد. او در کارش وسواس خاصی به خرج می‌داد و می‌خواست که هنرپیشه‌ها همانگونه که او می‌خواهند باشند و زمان برایش مهم نبود، بلکه کیفیت کار بسیار در نظرش مهم بود. او بسیار کمالگرا بود و گاهی هنرپیشه‌ها از دست او کلافه می‌شدند. جوایز چارلی چاپلین: دریافت جایزه اسکار بهترین دستاورد هنری برای فیلم سیرک در سال 1929. دریافت جایزه افتخاری یک عمر فعالیت هنری در سال 1972. برنده جایزه افتخاری شیر طلایی از جشنواره ونیز در سال 1972. برنده جایزه اسکار بهترین موسیقی برای فیلم لایملایت در سال 1973. نامزد دریافت جایزه اسکار در رشته‌های بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش اول برای فیلم دیکتاتور بزرگ در سال 1941. نامزد دریافت جایزه اسکار در رشته بهترین فیلمنامه برای فیلم موسیو وردو در سال 1948. الان به قسمت مهم زندگی چارلی رسیدیم، ولی قبلش اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. چارلی چاپلین را یکی از قربانیان مک‌کارتیسم می‌دانند. داستان از این قرار بود که در سال 1950 که جنگ سرد به نقطه اوج خود رسید، در آمریکا ترس عجیبی از کمونیست‌ها به وجود آمد و سناتور جوزف مک‌کارتی بیان کرد که لیستی از چند کمونیست دارد که نام چارلی چاپلین نیز در آن لیست بود. چارلی برای اولین نمایش فیلم روشنی‌های صحنه به لندن سفر کرد و در همین سفر از اخراجش از آمریکا باخبر شد. او اتهامات را رد کرد و گفت که فقط یک هنرپیشه است و ربطی به سیاست ندارد. به هر حال در نهایت جوزف مک‌کارتی و همکارانش رسوا شدند و معلوم شد که مدارک جعلی بوده است. چارلی در 25 دسامبر 1977 در سن 88 سالگی پس از گذشت چند سال بیماری درگذشت و در روستایی در سوئیس نزدیک محل زندگیش به خاک سپرده شد. جسد چارلی در سال 1978 توسط 2 مهاجر از بلغارستان و لهستان از خاک خارج و روبوده شد و آنها در ازای بازگرداندن جسد از وکیل چاپلین تقاضای دریافت پول کردند و بالاخره بعد از 3 ماه دستگیر شدند و جسد بیجان چارلی به همان گورستان بازگردانده شد. روحشون شاد، یادشون گرامی. امیدوارم از این بیوگرافی خوشتون اومده باشه.